7 قاعده بهترین برای رسیدن به زندگی عالی با کارهای آسان و امکان پذیر. هفتمی بسیار مهم است. انسان‌های موفق در برابر همه دستاوردهایشان به 7 اقدام و یا مفهوم‌های سازنده بسیار توجه می‌کنند. برای رشد و موفقیت هر انسان این 7 موضوع بسیار کمک می‌رسانند. قاعده اول عزیزان، به آینده فکر کنید. پیش از هر چیز انسان‌های مثبت و شاد آینده نگر هستند. آنها در بیشتری مواقع به آینده فکر می‌کنند. به این فکر می‌کنند که به کجا می‌روند. به این کار ندارند که در گذشته چه اتفاقی برای آنها افتاده است. آنها تصویری روشن و هیجان بخش از آنچه برایشان امکان پذیر است دارند. بر اساس قانون جذابیت به امیدها و رؤیاهای آینده به سمتشان جذب می شوند. با خیرت بمانید تا بهترین ها را بشنوید.